هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه با حضور مدیر کافدره فلسفه نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد نصرت‌الله زاکرزاده سر موضوع احمد دانش همچون معارف پرور صحبت میکنیم. احمد دانش به صفت یک چهره مطرح و ماندگاری ملی هنوز زمان سالهای شوروی هم سالگردش تجلیل میگردید. سالهای 1976 سالگرد احمد دانش با حضور دانشمندان در قالب سیمپوزیوم و همایش‌ها و کنفرانس‌های بین المللی و منطقوی تجلیل گردید و در زمان صاحب استقلال چندین مراتب در اطراف این شخصیت نامدار ملی و روشنگری ملی، معارف پروری ملی، صحبت‌ها و نشست‌ها و همایش‌ها و سیمپوزیوم‌ها و کنفرانس‌ها و محفل‌ها دایر گردید و خاطر روشنی انداختن به همین موضوع استاد زاکر ناگفته نماند که استاد نصرت‌الله زاکرزاده در اطراف همین موضوع تحقیق علمی هم انجام داده است، مخصوصا در اطراف اصرار در نظم تمدن و تعاون و ارزش فلسفی و دینی همین اثر تحقیق علمی انجام داده است و کوشش میکنیم که در دایره یک صحبت با حضور استاد پهلوهای گوناگون شخصیت معارف پروری احمد دانش را و همچنین مکتب معارف پروری او را روشن کنیم. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید به برنامه. استاد از همینجا شروع میکنیم که برای به وجود آمدن شخصیتی مثل احمد دانش البته زمان و محیطش کارساز بوده است. درباره زمان و محیطش شروع کنیم و بعداً صحبت رو ادامه بدیم. سلامت باشید. و درست قید کردید که شناخت هر یک شخصیت، خواه شخصیت سیاسی یا که علمی، به بررسی نمودن زمان وی به ما میسر نمیگردد و احمد دانش در زمان زندگی میکرد که واقعا برای مردمان منطقه آسیای میانه که در نیمه دوم عصر 19 در تحت سه خانگری، به اصطلاح خانگری امارت بخارا، خانگری خیوه و قوقند که حدود امروزه جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان را در بر میگیرد. یعنی یک فضایی گوییم که هم سیاسی و فرهنگی که احمد دانش در این حدود یعنی زندگی عمر به سر برده است در همین دوره نیمه دوم عصر 19 و یکی از واقعه های خیلی مهمه که برای مردمی، برای خلقهای این سرزمین در نیمه دوم عصر 19 رخ داد، این همراه شوی آسیای میانه به روسیه پادشاهی بود که این هم برای تقدیر منبعده خلقهای این سرزمین یک دیگرگونی های عظیم را به وجود آورد و باید قید کرد که در شرایطی که آسیای میانه در این دوره قرار داشت از نگاه گیوسیاسی در بین ابرقدرت ها باز هم همون تقسیم نمودن جهان به اصطلاح بازی بزرگ انجام می رفت. راه اندازی می گردید که در اینجا آسیای میانه در زیر تأثیر هم روسیه پادشاهی و هم بریتانیای کبیر قرار داشت که همگان از تاریخ ما آگاه هستیم و بالاخره تا سال 1871 آسیای میانه پورا در زیر گوییم که پروتکتورات روسیه پورا داخل می گردد و اکنون تقدیر منبعده این منطقه با واسطه روسیه پادشاهی حل می گردید و از دیگر طرف در حیات مردمان این سرزمین اکنون مناسبت های سرمایه‌داری، مناسبت های کپیتالیستی داخل گردیدند که از یک تا جایی که ما میدونیم یعنی این سرزمین اساساً بخارای امارت بخارا در آنجا مناسبت های فئودالی حکمران بود و نزدیک در اینجا زیاده از 19 بیکیگری ها فعالیت میکردند که بیکیگری ها در نوبت خود به املاکداری ها و دیگر قسمت ها تقسیم شدگی بودند و در برابری که اون سه خانگری که ما قید کردیم
و در اینجا مناسبت های سیر فئودالی در جامعه راه اندازی میشد و اگر ما از نگاه اقتصادی و اجتماعی گیریم اگر و دیگر از نگاه فرهنگی و مدنی باشد، در اینجا گوییم که تنها مدرسه و مکتب های دینی فعالیت میکردند که قریب که در اونها فنهای دنیوی تعلیم داده نمیشد و از این لحاظ پیدا گردیدن یا که ظهور شخصیت های به مانند احمدی دانش در همین حالتی که هم تاثیر کشورهای بیرونه به این منطقه بود و هم دیگرگونی های عظیمی که در دولت های همسایه به وجود می اومدن به واسطه به این منطقه تاثیر خود را می گذاشتن و در همین حالت احمدی دانش یک شخصیتی مشهوره که از خود یک پایه‌گذار مکتب معارف پروری تاجیک است و او را می توان همچون یک روشنگر و معارف پروری ملی ما امروز حق داریم که او را نامگذاری کنیم که واقعا هم در یک فضایی که از برای تامین سعادت و عدالت اجتماعی در جامعه سخن راندن در اون فضای گوییم عصر 19 بخارا، این البته یک قهرمانی و یک شجاعتمندی همین شخصیت را نشان می‌دهد. تشکر زیاد استاد. در مورد اون که تو مثلا اون زمانی که با دربار راه یافت و به صفت نقاش معمار اول در دربار یافت و در دربار امیر نصرالله رفت و بعد یکی از نفرانی با اعتماد امیر نصرالله به همین مسابقه رسید و او رو در هیئت اون سفیر تعیین کردن با روسیه رفت در سال 1858. یعنی تا همین دوره را اگر مرحله فاصله زندگیش بگیریم تا این مرحله را مثلا همون به اصطلاح انگیزه های معارف پروری او در احمد دانش دیده می شود. تا این مرحله که رفت و جهان دیگر را دید، با دیگرها آشنا شده، با پیشرفت ها و تحولات ساحه های گوناگون علم معارف فرهنگ و این چیزا آشنا شد. البته وقتی ما درباره شخصیت احمدی دانش سخن میرانیم به واسطه آثار او، یعنی آثار او گویای شخصیت او به واسطه می باشند، برای که او در آثارش به طور خیلی زنده، به طور خیلی واقعی، به طور بعضا همچون سرگذشت خودش را نیز نقل میکند و باید در اینجا ذکر کرد که اصلا آثار او در دوره بعد از قسمت دوم عمر خودش نوشته شده است، چنانه که خودش قید میکند و او یک شخصیتی بود که بنا به گفته خودش که من نه آن گویم که لباس های فاخره که ابنای عصر یعنی اهل زمانه در بر میکردن در من نبود، یعنی او خود را همچون یک شخصیتی ناتکرار در این جامعه، یک شخصیتی که زیدی گویا همین اهل جامعه باشد، زید جریانی که اونجا توسط امیر و دستگاه امارت اونا اداره میشد خود را به طور استثناء تصور میکند که حتی برای جستجویی که نسبت سوال شما که تا سفر به روسیه در چه حالت بود، حتی او میگوید که وقتی من در دوران جوانی چون میپرسیدم که به من راه راست را نشان دهید، میگفتن همین راه را رو، همین راه راست است. چون به آخر این راه میرسیدم هیچ من همین تسکین نمیافتم که این راه هم راهی درست و راست نبوده است. گفته با راه را دیگر میکردم. یعنی اینجا راه به معنای که یعنی تبر جستجو. از این خاطر او همیشه از آوان طفولیت، حتی از اون سبب که زبانش لکنت داشت، پدرش ای را به مکتبی برای حفظ قرآن مانده بود، از سبب که زبانش لکنت داشت و وی نداشت، همین تا آخر به همین مکتب نمی رود، چون که در ترجمه حالش نقل می کند و او بیشتر به مجلس قصه خوان‌ها و راویان خود را در همون جا می کند و از اونها یک بهره می گیرد. یعنی اون انگیزه معارف پروری روشنگری تا این مرحله و دربار راه یافتن از خودش یک شخصیت جوهری بود، توسط سخت‌کوشی های خودش به وجود آمد. البته حتی احمدی دانش اون را میتوان همچون جامعه شناس،
فیلسوف، منجم که از علم هندسه و علم نجوم اهل زمانش چندان خبر نداشتن، لیکن با یک سعی و تلاش خود همه همین علم ها را از بر میکند. حتی در قسمت دومی نوادر الوقایع وابسته به چی طور از بر کردن علم نجوم در اینجا خود ذکر میکند و رساله می نویسد با نام مناظر الکواکب که تمامی گوییم که اسرار نجوم را در اونجا از نگاه خود و وابسته به همون تعلیماتی که گرفته بود در اونجا ذکر میکند. و چنانه که در آثارش قید میکند و شما هم درست قید کردید که 3 مرحله، یعنی سالهای 1856 57 1867 68 و 1873 به روسیه سفر میکند به حیث نماینده امارت بخارا و در اونجا در واقعا هم در جهانبینی و نسبت ترقیات آن وقته روسیه که با وجودی که یک دولت پیشرفته همون زمان حساب می‌یافت، گرچند که مناسبت‌های کپیتالیستی در اونجا را سرمایه‌داری رایج بودند، با وجود همون در تصورات و جهانبینی و یک تحولات عمیق با وجود می آید و پس از آمدن البته همه آن سفرهایش را تأثیرات گرفته‌اش را بر رشته نثر می کشد، در اثرهایش آنها را جا می دهد و حتی اونه که از علم نجوم بود که با خبر داشت، یکی از وزیران روسیه به وی یک گلوبوس تقدیم میکند که این هم باعث خوشنودی همین احمدی دانش میگردد و یعنی اعتراف میشود در اونجا همچون یک شخصیت. و با وجود همین هم اگر ما با آثار احمدی دانش نظر کنیم، او با یک نگاه جامعه شناسی نسبت جامعه روسیه نظر میکند. وقتی که این رو به یک زلی که در اونجا رقص میکنن میبرند به حیث مهمان عالی قدر در صدر مجلس میشینونن، او هر بار من نظر میکردم میگو به اهل همین، گرچنده که همین مردانی که رقص میکردن خود رو خیلی خرسند حساب میکردن و وانمود میکردن، چون به اهمیت میدادم لیکن چندان خرسندم نبودن. و این از همون سویه دانش و سویه جهانبینی و سویه جامعه شناسی، یعنی درایت خاصی نگاه خاصی احمدی دانش پیدا میگردد. و باید قید کرد که احمدی دانش نه تنها در تاریخ افکار سیاسی و اجتماعی خلق تاجیک همچون یک معارف پرور شناخته شده است، بلکه بنا به گفته شادروان موسی دینارشای و غفار اشوروف خیلی شخصیت‌های بی‌نظیری علمی فلسفه تاجیک بودند، قید میکنند که احمدی دانش اساسگذار فلسفه اجتماعی تاجیک است، یعنی اساسگذار علم جامعه شناسی تاجیک است که جامعه خود را با یک دید خاص مورد تحلیل قرار مسائل و مشکلاتی که در جامعه رخ دادن اونها را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. و از این خاطر که نام احمدی دانش را به جریان معارف پروری نسبت میدهند و واقعا هم همین درست است. و معارف پروری همچون یک پدیده اجتماعی میتوان گفت که غایوی که در یک دوره تاریخی معین به وجود می آید در جامعه و میتوان گفت که همچون یک پدیده بین المللی هم به حساب می رود، چون که در همین آخر عصر 19 و بعدتر اولی عصر 20 در یک خطور کشورها از آن جمله روسیه پادشاهی و عموما آسیای میانه و دیگر کشورها چه معارف پروری تاجیک و چه معارف پروری روس ظهور کرد و نام احمدی دانش به همین مکتب وابستگی زیست دارد. و یعنی مقصد اساسی مکتب معارف پروری تاجیک که در صدر آن احمدی دانش می ایستاد، یعنی روشنگری در جامعه، پیش از همه ترغیب علم و معرفت، معارف پروری یعنی بالا برداشتن سطح آگاهی های مردم، سطح آگاهی مردم، بالا برداشتن سوادناکی مردم، معرفت مردم و طرز زندگی مردم و یعنی برای بهبودی احوال مردم زحمت کشیدن و برای
شرایط مساعد برای زندگی شایسته مردم مهیا نمودن که به واسطه همین رساله در نظم تمدن و تعاون احمدی دانش که عبارت از 3 فصل هست، در همین جا به طور خیلی مفصل وظیفه های سروری کشور، یعنی وظیفه های امیر باید اون از زمان چی امیر و دستگاه امیر و ساختار امیر و امارت باید از چی عبارت باشد، به طور خیلی مفصل اونها را وظیفه گذاری میکند که شما برای زندگی شایسته مردم باید مسئولید، در حالی که دیگر کشورها از آن جمله کشورهای فرنگ میگوید تعبیری، کشورهای اروپایی الکی برای مردم خود چنین جامعه ها را ساختند. فقط در اینجا یک نازکی را میتوان قید کرد که بعدتر که بعد انقلاب ها به وجود آمدن، در جهانبینی معارف پروران از اون جمله احمدی دانش که در صدر اینها می ایستاد، یعنی نه به طوری برهم دادن ساخت اجتماعی، حالان که در آخر حیاتش در رساله در خاندانی رساله درباره تاریخ خاندان مغرطیه حتی در دوره های اثرهای پیشین این به این خلاصه نمیاد، ولیکن بعد میبیند که یک جهالت پرستی این فساد در همه جبهه تسلط پیدا میکند پیدا گردیده بود. اکنون میگوید که باید این ساخت این امارت سرنگون کرده شود. گفته همین خیلی خلاصه برآوری میکنه. تشکر زیاد استاد. ما حتما در برنامه دیگری این موضوع رو دنبال میکنیم، چون که یک مکتبی بزرگ است. این مکتبی در مورد مکتبی معارف پروری و شاگردان این مکتب و پیروان مکتب حتما صحبت خواهیم کرد و باور دارم که بینندگان ارجمند از آنچه که شما گفتید خیلی مختصر البته گفتید، در دایره 20 دقیقه همین گونه میتوان صحبت کرد. آنچه گفتید مفید خواهد بود. آثار احمد دانش رو حتما مورد مطالعه قرار میدین، چون که احمد دانش از جمله پایه‌گذاران همین مکتب است. هم مکتب معارف پروری و هم مکتب روشنگری و هم مکتب جامعه شناسی ما است. تشکر زیاد استاد برای آنکه دعوت ما را پذیرفتید و یک صحبت خوبی هم انجام دادید. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.